وی جبرای ده حقیو دختاری تری کار ممکن نیست ساخه همین چیزا کم تراکلی فکر کنید خودم بعد میفهمی کامید کردین دختر شوهر دادین یا مقصد انا شوهر میتین یا همین کارا دستگیری کنین مومین برادر مومین گفتن همین خیلی ده این چیزا مهمه گفت ولی دوملو گفت زد فهمیدین که همون $2,500 که بردی دادی او حق هم دخترای او حق مهر شای او حقی نیست که او بگیره همین خرید کنه همه را مثال بگیره با خانه ترا بیاره همین چیزا را احتیاط کنید خیلی که به هر حال دستگیری کنید خوب میشه آدم بسیار نیک میشه نمی یک مسئله دیگهش مثال ای پیشتر اومده رفته سه مثال دختردار فلان بیاره بعد میگن که گاوی کلام بیاره که مهمانی ما زیاد های یا که چند قابچور یا فلان خیلی خدوی تو باید شد مول یک کسی میکنی این همی چیزاش غیر شرعی های از حسابی خود خیر صدقت بکن یک کسی میگه که orada بیار گوه بیار گوشت روغن فلان بگی بیار که ما آدم بسیار دارم من مهمان دارم بعد خیر صدقت با مول کیسه یک کسی دیگر میکنی این چیزاش غیر شرعی هن همه چیز درباره زیارت قبر یا درباره این مسئله‌ای که در اینجا گفته شد همین مسئله ها برادرای عزیز حرکت کنین که از این مسئله ها ما توفیق پایبند شدن پیدا کنیم با یگان تفریقه و یگان این نشید این فلانشید این اکل میشیدگی باشه خیز گپ زد خیلی ای پشتی آدم ها مقصد تری گپ نزنیم ما وقتی در پرسپیک میره برآمد کردیم بعد در اونجا مسئله گذاشتن یا مسئله چی مسئله همین کافی را اگر بزنی پول نوش بگیری حلال است اونجا با همین قدم هست کافی پره که آدمی بیرهی بیمعنی همین این کافی را بزنیم پولش بگیرین حلال است بعد ما برآمدیم خیلی گپ زدیم آیتایی که درباره مثل معامله با اهل کفر بگیم با آدمای دین ندارن چگونه قرآن معامله را گفته علاوه خصوص با نصرانی ها بعد اونجا بلند شدیم برادری عزیز همینجا همین آدمایی که همین کارا میکنن او مرا گفتن تن ملامونم همین درنده ما گفتم ملا بلند شوه خیزه همون دلیل هایی که برای همین مردک آورده همون دلیل ها را بگو در اینجا حل کنیم و برای همین آمدیم که نه همه تینج همه خاموش یگان گپ نیست بعد من گفتم که برادرها فهمیدین اینا اگر ملاتونم در همین درون باشد بفهمین که او ملا نیست او بدخواه شما های او یگان آدمی هست که با دنیای شما هم بدی میخواه با آخرت کنم همه وقت برادرای عزیز ما باید که ای پشت یکدیگر را گپ نزنیم سیاه نکنیم فقط بله مثال همین چیز بدست او مثال آدم بفهم من نمیفهمیدم تا همین روزا این همین چیزها که بدست باید مثال عمل کنم زیرا حدیث پیغمبر ما بوده است سخنی گفته امام مذهب ما بوده است همون اینا کار حل میشه میره فتوا با قول امام محمد است با قول ابو حنیفه نیست ابو حنیفه اثبات کرد که نه در سر قبر باید آیت بخونی او چرا حق داره با پیر که ابو حنیفه هر یک آدم باید در ذهنش بدونه که ابو حنیفه کیه لیکن در مقابل شاگرداش گپ میزدن بسیار همین چیزا برادرای عزیز ما مقابل این پیرها و مقابل این صوفی ها و مقابل شیخان نیستیم هیچ وقت ما این چیزا را در مقابل هیچ وقت نگفتیم ما انشاءالله این چیزها را جانب داریم لیکن همون پیرهای ما یا همون کسی هستند مرشدای ما هم کسی هستند باید که همون موافقی ترازویی که شریعت معین کرده ای همون باید بالا نباشه من باور کنم برادرای عزیز من یک برادر با ما صحبت کرد بسیار سخت چی راسته میگه مگه من سخت نمیگم گفت که بابای حاجی گفتی گپ نزار وقتی این گپ دستای تهجد رفت
مرا گفت اگر پیرم بگه که نو کار حرام بکنم گپشم میگیرم. من گفتم که برادر عزیز به همین گپ کافر میشه. میدونید به همین گپت کافر میشه. تر اگر پیرت به یک کار حرام دلالت کنه تو بگی که 100% قبوله. همین گپ بگو کافری تو. برای هر یک چیز برادر عزیز این اولی خدا رحمت کنه صوفیادار برای چی میگه؟ مثال در کتاب همون مسلکش مثال برای ما اشاره میکنه. میگه شیخ جاهل گر پرد به سما. شیخ جاهل این شیخ مرشد پیرای بی سواد. میگه اگر دیدین هم خیلی آدم که در آسمان می پرنده وری. شیخ جاهل گر پرد به سما خرد آتش و رود به دریا. دیدیش که حتی آتش فرو میبرد. دیدی که بالای دریا در رنگ زمین هموار وری ره میگرده. نگاه کن. یکی جاهل بی سواد. گر تو این را کرامات دانی زن طلاق نامسلمانی. صوفیادار میگه اگر شیخ جاهل دیدی که میپراسمانده دریا در ره میگرده، اگر تو بگوی اوه آفرین به پیری ما این کرامات شوی، همین را میگه کرامات بگوی اگر تو زن طلاق نامسلمانی. زیرا ای آدمی بی سواد این کرامات ها هیچ وقت صادر نمیشه و ایرا استدراج میگن. برای همین برادرای عزیز خیلی ولی همین آب روی همین رای بگیم همین جریانی همین صوفیگی را هم همین بی سوادا رزوندن. همین را بی سوادها آب روی همین راه را بگیم آب رو را رزوندن. برای همین این راهی نیست که برادر عزیز ایرا این چیز شا بگیم مقام شا و منزلت شا باید ای مردم دور کنیم. ما در این راه میبینیم بسیار، ما در کتابا میخونیم همین یک تذکرة الاولیا را بگیریم میخونی راحت میکنی لذت میبری. در حیاتی مثال همون شیخای ما، در حیاتی همون مرشدای ما، در حق همون مریدایی که مثال هستند آخی به نام خدا حیرت دا میمونی. از اون جمله هم شقیق بلخی را بینید در کتاب میاره از حیات شقیق بلخی را که مثال شاگردی داشت به نام حاتم اسم، یکی از شاگردای معروفش. 30 سال در پیش یک آدم بخوانید، 30 سال تصور کنید که 30 سال این کاری آسانه. او چند علم داره که این مرد 30 سال خوانده است. یعنی معلوم بود از علم قرآن داره، علم حدیث داره، علم تفسیر داره، علم فقه داره، یعنی همه علم داره که شاگرد 30 سال میرود زانو میزنه و میخونه. برای همین برادرای عزیز و گرامی در همین مسئله بسیار احتیاط کنیم. ما صدقه همه پیروای اهل تصوف میشیم، ما صدقه شون، ما طرفدار شون، ما دوستدار شون، لیکن یک کاری کنیم که همه کار با علم باشه، جاهلانه نباشه، بی سوادانه نباشه که بعد زیان زلالش بینی و در چی میشه دیگه. نمی دشمن میشه. مثال نمی بی علمی حتی یک آدم اهل علمی که میگه بچه می کار نکرد، این کار نادرسته، او اثبات میکنه با فایده، تو میگه تو میشه دشمنش. چند مریده که داری در مقابل اما آدم میگذاریشون، بعد چی پیش روی میکنیم ما؟ همین چیزها را باید که همه وقت برادرای عزیز ما اهمیت بدیم. مثل در اون کتاب وقت خونده دیدن که حرامشون حکم کردگیه، خیلی که عمل کن مردم از اخلاصشون کردگیه در خیلی انده تریاوی را در شبکه همیره نمیوره. خیلی در یک زمان هم را نویسندگیه که هیچ کس نمیدونه کیه مصنف کتاب. بعدا میگه که اگر کسی کمی اشاره سبب برای این کار کنه، همچنان که در شب ماهتاب ماه ستوره را این کار کرده است. امشب ستوره ماه را دیسته، میگه نیست این کار میکنه. بعد میگه که با تنبورش میگه نواخته است. یعنی یک نموده که پسانیه که کتاب شدن که تنبور نواخته است حکم حرام شدگیه.
اصلا این کتاب مثال ما هم درس گرفتیم خونده هم ملا درس گرفته خوندگی هم در ابتدا همین کتاب وقتش درسی بود میخوندم در اول میاره مثال که فرض میگه سنت میگه سنت مثال که واضح به نبی صلی الله علیه وسلم سنت چیزی است که پیامبر با این بردوام عمل کردگی است بعد حکمش بیان میکنه انا که در اینجا میاره مثال همینجا حکم حرامش میاره هم طرف اگر تندیشه کنه میگه که اصلا صاحب کتاب علم نبوده است علم میگه پنه میگه به خاطر که سنت هم میگه قانون چه قویدش همینجا میفهمونه بعد کاری را که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کرد است انجام داده است در اینجا حکمش حرام میبره حالا که بسم الله الرحمن الرحیم گفتم بلند مو نمیگه میگه دیگه مذهب بوده بلند میگن قومین در دیگه مذهب بلند میگن حرام حکم کردنی ایو نشانه بیسوادی است برای امین گفتن در صحیح بخوری اومده گه امین بلند گفته اگر مثلا مذهب شافعی حنبلی رو بلند میگن موچی از مذهب شافعی مذهب حنبلی مذهب امام مالک ما با جان دل قبول داریم همه چهار مذهب حق هستند راست هستند درست هستند هر دلیل حجتی که هم میاره دلیل قرآن همش قرآن حدیث است از هوا گپ نمیزنه بعد همین گپا میگم بعضی همون کتابا امر حکم با معنیش کردگی اصلا همون فقه کیدانی یا دیگراش تو حدود مصنفشون معلومه بعدا همین دوام سالها در زمان مثلا 70 سالی که حکومت شورایی بود مثال چخیل بوده که خود دولت حکومت سیستم دولتداری بر مقابل دین بود دین مثلا افیون میگفت دین مثلا که علمومون بردن نیست کردن نابود کردن بعد همین خیلی اومده و همین چیزا مثال رفتن گرفت از همون کتابو را دیدن مردم خیلی عمل کردن انا امروز که کتابو مثال در همه حدیثای صحیح اومدگی مثال علی قاری مخصوص در مذهب ما با مثال که در اینجا کتابو نویسندگی برای کردنش برای درستیش دیگر که سخت‌ترین ضربه بر سر شیطان هم سنت دو نمود میشه سنت فعلی اصل سنت قولی سنت قولی اینا مثلا تکبیرها را گفتن سمی الله لمن حمده گفتن سبحانك اللهم خوندن سبحان ربی العظیم گفتن سبحان ربی الاعلی گفتن همین سنت قولی هم بدن این سنت فعلیه که در همه حالت فقط چی است همین نفی اثبات است نفی میکنه که نیست اله هیچ اله خدای وجود نداره گواهی میدیم که نیست هیچ الهی نیست خدایی مگر یک خدا همون یگانگی خدا را اشاره میکنه هم به زبان و هم به اشاره هم سنت قولی هم سنت فعلی میشه همین بابا مثلا که باید که مثلا زیارتی قبرستان کی زنها زنها رفتن نرفتن شما خب زیارت زنها به قبرستان رفتن البته شریعت ایره منع نکرده است همون حدیثایی که مثلا برای منعش اومدگی بعضی هم را دلیل میکنن مثلا زوارات قبور گفته مثلا در حق زنها اومدگی حدیثای ابتدای اسلام بود در ابتدای اسلام میرفتن در اونجا نوحگری میکردن ذبح میکردن همونجا گاو مول میکشتن گریه میکردن داد و فیغون میکردن اینا را اسلام همش منع کرد زیارت قبرستان از باب استحباب است رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زیارت قبرستان کرد زورو قبور حتی امر کرده که زیارت قبرستان ها کنین فانه تذکرکم برای آخرت به یاد شما میاره وقتی که زیارت قبرستان کردین فقط به دو مقصد یکم برای عبرت میبینیم ما را عبرت میگیریم که از ما بهتر بدن رفتن مثال زمین نگاه میکنیم هم قبرستان هم یکم برای عبرت دیم دعا در حق میت اما طلب کردن از اونها را همه مذاهب همه اسلام منع میکنن مثلا از او امداد کردن طلب کردن حرام است طواف کردن گیر قبرستان هم حرام است همین را بفهمید که حکمش حرام است طواف گشتن فقط و فقط دین ببین اسلام خانه کعبه را رخصت داده تمام غیر خانه کعبه دیگه هیچ کجا رو طواف کردن درست نیست دیگر طلب کردن فقط و فقط مسلمان از خدا طلب میکنن صاحب قدرت صاحب توانایی صاحب ملک صاحب مثلا رزق روزی همه و همه فقط الله است فقط الله عزوجل خودش میگه ادعونی استجیب لکم فقط و فقط مرا خونید میگه مرا فقط خونید
اجابت میکنم شما. نگفته است که قطعا مزارو را بخونین، قطعا مردو را بخونین، قطعا مثلا که فلان 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 چیزا را. حتی در فتوای هندی فتوای عالمگیری میگه که همین به حقی گفتن همین خودش مکروه، به حق عرش، به حق کرسی و به حق پیغمبرها و به حق شهیدا و به حق چی حق دارن یا به بالای خدا؟ آیا ایو در بالای خدا یکون حق دارن؟ همین گپ خودش اصلا به معنیه. در خود همین فتوای هندی فتوای عالمگیری که از مذهب ما شما میگن تری به حقی گفتن مکروه، درست نیست. فقط خدا را بخونین اجابت میکنه شما. خب زیارت قبرستان برای زنها بوده که در ابتدا معبد، اما برای زنها رخصت. برای چی رخصته؟ حضرت عایشه صدیقه طاهره مادرمون وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن، وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پدرش صدیق اکبر پدر عایشه مادرمون بود، وقتی که از دنیا گذشتن حضرت عایشه مادرمون میرفت زیارت میکرد، هم زیارت قبر پدر هم زیارت قبر شوهر، همه جایی که نهوجی رفتن دیدن. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، عمری که مثلا که فر من ذله شیطان، از سایه حضرت عمر شیطان میگیره خالی خودش اوسا. این حضرت از دنیا که گذشت، حضرت عایشه مادرمون التماس کرد، التجا کرد که در بری حضرت ابوبکر صدیق قبرش همجا جوش بتن. حتی در روایت ها اومده است که گفتن به چی خاطر؟ وقتی که روان کرد در حالت که شهیدش کردن و حضرت عایشه مادرمون بچه‌ش روان کرده، گو برای بگو که عمر میگه که خواهش دارم در پایان پای پدرش مرا جا بتن. این جایی که رسول اکرم الگور کردگی حضرت ابوبکر خانه عایشه مادرمون بود. وقتی که رسول اکرم از دنیا گذشت، در حدیث گفتن که هر کجا که پیغمبر از دنیا گذشت همونجا باید دفنش کنن. خانه عایشه صدیقه مادرمون بود میجا. پیغمبر دفن کردن، بعدن حضرت ابوبکر یه جای دیگه به خودش مونده بود. با خود بریم بگین که عمر، نگین که امیرالمؤمنین، وظیفه و منصب نگین، خلیفه اسلام نگین. رفتن گفتن حضرت عایشه مادرمون روزی شد، رخصت داد. با گفت که بعد از جانم برآمدن گفت با یک بار دیگه بپرسین که حاضر از منصب و از مثلا خلافت مثلا یکی در دلش چیزی نرفته باشه. بعدا با پرسیدن حضرت عایشه مادرمون روزی شد. وقتی که حضرت عمر در جیب گور کردن، میگه که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چی گفت؟ به خاطر که فرد روز قیامت در روز محشر که همه محشور که میشوند، در حالت من از گور سر مبرورم که خاک پای رسول اکرم و ابوبکر صدیق از سر روم پاک کنم. این شکستگی را ببین، خاکساری را ببین که من گرد خاک پای اونها را از سر روم پاک کنم. همین التجا و خواهش همین بود. وقتی که دفن کردن حضرت عایشه مادرمون، تو زمانی که پدرش، تو زمانی که رسول اکرم هر روز تنها بودن میرفت زیارت میکرد میومد. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را دفن کردن دیگه حجاب قطعی میپوشون بعد میره. برای چی؟ در روز شخص سیام بیگانه های. حکم برادرها، حضرت عایشه مادرمون ببین که زنده آدم زنده مرد او طرف بیسته از مردی که در درون قبر جانش برآمدگه از همو حیا میکرده، حجابش در سرش میکشه. زیارت میره حضرت عایشه مادرمون. حضرت عایشه مادرمون از 6 فقیه بزرگی که در صحابه بودن، از همین 6 فقیه بزرگ یک تاش عایشه مادرمون بود. فقیه بود، همه مسئله را مردم از اون میپرسیدن، خودش زیارت میره. زمانی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلام اینو که گذاشتن، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دختری رسول الله صلی الله علیه و سلام، اینم زیارت قبر پدر میرفت قبر پدرش، قبر پیامبر صلی الله علیه و سلام دعا و درود میکرد، گشته می اومد. یعنی برای زنها پیشتر داملوهامون خدا رحمت و مغفرتشون کنه، علمای بزرگ بودن، تقوای خوب داشتن، علمی خوب داشتن و خیلی شخصیت ها بودن. خدمت همون علمای پیشینه‌ای که امروز ما و شما مسلمانیم، حضرت ها معلوم میکردن، میفتن که از اون قبرستان رفتن 4 کلچکه در 4 همسایت بوده، این همی ثواب بر ارواح کجا میره دیگه، یا میگه در کدم در حقشون کجا میره دیگه. همه بزرگان میفهمیدن که اگر به شرط که همین عام رخصت میدادن دیگه همه میرفت دیگه زنان
دیگه میرفتن زیارت. با شرط میروه که سطر حجابش پوشیده باشه، با شرط میروه که گریه و فیغان در نزد قبر نکنه. بعد ببینه قبر پدرش، شوهرش و فرزندش دیگه دو جار بگه خودش در زمین میشه. ببین گریه و فیغان نکنه، نوحگری نکنه، سطر حجابش به جا بیاره، محرمش قطیش باشه، در حال براوه که در قبرستان نباشه مردم، مثلا مردم بیگناه دیگر نباشه. همین حالت ها در میروه در حقش دعا کنه و مثلا طلب استغفار کنه و بگرده بیه میشه. لیکن اگر نروه با بهتر در حقش نماز بخونه، قرآن بخونه، یگون چیز بکنه، صدقه کنه در فقیر مسکین، ثوابی زیادتره، نرفتنش بهتره. برای چی؟ تربیه دختر فرزند، دختر بچه شرطه. دخترش تمام پخته نمیتونه، درزمول کرده نمیتونه و بلاغت رسید یک ای تلفن بازی و اینترنت بازی، اینترنت لعنتی همه راه بیره کرده بوره دیگه. میلش اهل اسلام استفاده میکنه، اهل اسلام کتابا رو میبینه، فتوا رو میبینه، لیکن آدم بیره فقط بیرگی میبینه. چیکار میکنه دیگه؟ نه تمام پخته میتونه، نه درز دوب دوخته میتونه، نه مهمان گذرانده میتونه، نه دیگه توفیق هدایت داره. اکثر ایجاد میبینی همه دردش ره در رفته است، ماشین با بولش اومده همین تا نگاه کرده رفته است، هم قبان شدگی رابط شدگی دیگه. انا از اون جد چیه؟ از اون قبرستان رفتن ده همین زنها مدارمون دخترش تربیت کنن، بچهش تربیت کنن، حرکت کنه که نوسکش، سیگاریت کش، بانکش، گیرین کش نشه، حرکت کنه که دخترش چی است؟ با شرم، با حیا باشه، با سواد باشه، با معرفت باشه، حرکت کنه که خدمت شوهرش کنه، یک پای شوهرش بجی قو یک پیاله چای کبوت در پیش کنه، در پیش تا به چهره که شد شوهر وقش خش کنه، این میلیون مزور زیاد رفتن ده ثوابی زیاده. برای چی؟ بعد حق الله تعالی حق شوهر برای زن. اگر مرد ایما امرأتین، پیامبر میگه موتت و زوجها عنها راض دخلت جنه، کدام زنی که عمرش تمام میشه میمیره در حالی که بعد از مردن شوهرش از او راضیه، شوهرش از او خشنوده، داخل جنت، پیامبر میگه داخل جنت میشه. یعنی بهترش از رفتن وجوده همون خونه ده دعا و درود شکنه، خیر صدقات شکنه، دختر بچهش تعلیم تربیت کنه، خدمت شوهرش بکنه. این البته که از زمین تا آسمان فرق داره، ثواب و اجر داره برای ما و شما. شما دا میروان زمان همخی حالتون باشد که ما میگیم که موردیم دانستان لازم که ممکن. بله بله. دیگه دملوی که پیشتر بودن 120 کیلومتر میگفتن. 120 کیلومتر حضرت اکرم دملو محمدی قمسنگیری مفتی همی زمان بود، مفتی همی تاجیکستان بود، خدا رحمتش کنه. خیلی علمی بزرگ بودن، خیلی خدمتای زیاد کردن در دین. حضرت 120 میگفت شمیتر. بعد با بعضی مثلا که همی 3 قوله، بعضی تو 80 مثلا 8 چند متر، 89 بگیم کیلومتر و حضرت 120 میگو، بعضی با 90 بالاتر میگن. همه طرز خوندنش طرز خوندنش همون فرض، فقط فرض پیشین، فرض عصر، فرض خفتن، همین 4 رکعت رو 2 تا میخونی. تمام. مهر زنی در اسلام مهر زنی نبخشیده. اگر به شرطی که مهر، اقل مهر 10 تنگه، اقل مهر 10 دراهم 10 تنگه، نصاب سرقت هم 10 تنگه. مثلا همین دست شکلتا میکنن دزده، همون وقتی که همون دزدیدگی همون مقدار 10 تنگه باشه. مثلا اگه باید سیب و انور یا چیزی که دزدی به این خطی نی، مقدار دزدیدگیش 10 تنگه باشه. همین 10 تنگه که اقل مهر، 10 تنگه که نصاب سرقته، در همه دور زمان گوسفندی میونه میشود. گوسفند میونه تخمینا هم $100 هست. نه اوزی همون قدر مثلا همین 1100 1200 تومان اوزی هم $100 چند قدره؟ 1200 همین قدره، همین 10 تنگش همین قدره. اگر به شرط مهر نفی کنه، مهر مثلا که نداده باشه، کمی کمش همین قدره، همین قدر مبلغ باید بشه. دیگر در هر عادت های، مثلا در ما
مهری که مثلا نونبر میکنن عادتا همی به شوهر میتن 1700 یا 2000 دلار یا 2500 دلار خواهی گوشی با بدولتره با جیسوسنه با 3 تای دیگه ای زیاد نیسته همین مردم عادتا همی قدره مهر نیکی خاص حق همو عروسه مخصوص همو حق همو دختره چیکارش که کنن مثلا که اگون چیزش خرید میکنه تقصیری و کرپچش میکنه اگون مثلا که میبیلش میخره یا که اگون صدقه میکنه خاص حق همو او را باید دیگه کسی استفاده نکنه قاعده شریعت همین وزیر همون بچه دار میبره 2000 دلار میتاو بعد دختردار 10,000 دلار دا چیزش میبره همی جبر نیست دا حقی هم دختردار یکمش جبره دیمش که گندگیش در چیه که با هم 10,000 دلار میتاو یکی مبادا اگر یگان ماشینکای جمعشویی نیوره یا خلدینیک نیوره یا خالی نیوره مقصد ای چه نیوردی با تنش میکنه بگوی آخی 10,000 دلاری تو همو گفتی همی توجیکوی ما که همو سگجاکی شوال دا گوشی چیه ای 10,000 دلاری تو چی میشوه با همی 10,000 دلار با میفورد که من سپالید بیارم یا میفورد خلدینیکت بیارم آخی میفوریدد میوردی یا پچکش هم میدادی 10,000 دلار بته آخی مردک 18 سال دختر بوایه رسانید کلان کرد تربیه کرد آداب آموخت ایوشت ارزیش همی قای برای همی برادرای همو بچه دار یک کم ترک طرف هم اندیشه کنید 10,000 دلار بتینه بعد کو نگاه کنید کو چی میاره و این جبر